درود. اول از همه این که اگه میخوای تمام گیاهان دارویی رو رایگان یاد بگیری پیج منو حتما فالو کن. این مهرگیاه ایران باستان هست که در نزد زردشتیان ایران باستان مقدس بوده و خیلی اسمشو می آوردن توی کتاباشون. حالا نمیدونم که توی اوستا هست یا نه. به چه خاطر مهرگیاهه؟ این ریشه شبیه یه آدمه. من بهش میگم جینسینگ ایران. چرا ما فکر میکنیم فقط جینسینگ چینی ارزش داره؟ این جینسینگ ایران هم بی‌نظیرتره، هم خواص بیشتری داره و برای جلوگیری از انقراضش بیایم از بذراش استفاده کنیم. اگه واقعا میخواد 1 ماه دیگه این بذرا میرسن، اگه واقعا میخواد از خواص دارویی یا هر گیاهی استفاده کنید، از بذرش استفاده کنید. اینجوری نیست که بگیم فقط برگش خاصیت داره. بذر همیشه خاصیت بیشتری داره.